بسم الله الرحمن الرحیم. تفکر فلسفی در اسلام پایه و پایگاهی بس ارجمند دارد. قرآن کریم انسان را به تفکر و تعقل فرا می‌خواند و همین فراخوانی انگیزه پیدایش سنت فلسفی و عقلگرایی در جهان اسلام می‌گردد. در این میان ایرانیان بیش از همه به این ندای بلنداندیش ارادت نشان دادند. متفکران اسلامی عقل و وحی را جدا از یکدیگر نمی‌دانستند و در عین ایمان و تسلیم به خدا جهان را به دیده عقل و خرد می‌نگریستند و از آن تفسیری عقلانی می‌کردند. ایمان از نظر آنان یک سلسله امور ظاهری و خرافی و قشری نبود که معارض با عقل باشد، ولی متاسفانه این سنت مقبول از قرن ششم و هفتم هجری به بعد کم کم فراموش شد و ظاهر پرستی و قشرگرایی ریشه خردگرایی و فلسفه را در کشورهای اسلامی سوزانید. تنها در ایران بود که این آتش مقدس در اجاق مدرسه های طلبگی هیچگاه خاموش نشد و زنجیره استادان فلسفه از رازی و فارابی و ابن سینا تا سهروردی و خواجه نصیر، میرداماد و ملا صدرا و سبزواری و دیگران به امروز رسید. زنجیره‌ای که در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیده نشده است. اینک در انتهای این زنجیره استادی را می‌بینیم که سنت بزرگ فلسفه اسلامی را زنده نگه داشته است. استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی که دور از جنجال و هیاهو و زرق و برق ظاهری زندگی ساده و بی‌آلایش خود را یکسره وقف علم و دین کرده است. از یک سو بزرگترین تفسیر قرآن را در قرن حاضر نوشته و از سوی دیگر به تعالی تفکر فلسفی پرداخته است و این دو را هرگز از یکدیگر جدا نشمرده. در این برنامه با زندگی و آثار استاد علامه طباطبایی آشنا می شویم. محمد حسین طباطبایی در سال 1281 شمسی در تبریز در میان یک خانواده علمی متولد شد. در سن 5 سالگی مادر را و در 9 سالگی پدر را از دست داد. در سالهای 1290 تا 1296 دوره ابتدایی را طی کرده و در سال 1297 وارد رشته‌های علوم دینی و عربی شد و تا سال 1304 به قرائت متون سرگرم بود. استاد ممکن است بفرمایید که حضرت عالی نزد چه استادانی درس فلسفه و به خصوص فلسفه اسلامی رو خوندید؟ ما عرض کنم وقتی که تبریز بودیم هنوز مسافرت مشهد و یعنی چیز مال نجف به حساب مسافرت مشهد نجف نکرده بودیم. از یه آقای از علمای تبریز به نام آقای صراف به فلسفه حاضر شدیم. کمی بیش مدتی اونجا فلسفه خوندیم. بعد مسافرتی به نجف اشرف کردیم و اونجا هم از مرحوم آسید حسینی بادکوبی درس خوندیم. تقریباً 6 سال ظاهراً به درس ایشون حاضر می شدیم و اسفار بود و شفا بود و کتابای جزئی بود از کتب مرحوم آخوند ملا صدرا. اینا را ما تحصیل کردیم و اونی که در دست داریم اینه. سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزه نجف گردید و به مجلس درس مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی حاضر شده یک دوره خارج اصول که تقریباً 6 سال طول کشید و 4 سال نیز خارج فقه را فرا گرفت. همچنین مدت 8 سال در محضر مرحوم آیت الله ناینی به فراگیری خارج فقه و یک دوره خارج اصول پرداخت
مدتی هم نزد مرحوم آیت الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی رفت. کلیات علم رجال را نیز در مجلس مرحوم آیت الله حجت کوهکمری آموخت. در فلسفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت مرحوم آقا سید حسین بادکوبی موفق شد. در ظرف 6 سال که نزد ایشان بود، منظومه سبزباری و اسفار و مشاعر ملا صدرا را و دوره شفای بوعلی سینا را خواندند. در سال 1314 به تبریز بازگشت و حدود 10 سال در آن شهر اقامت کرد. این 10 سال تمامی برای ایشان دوره خسارت روحی بود. از تدریس و تفکر علمی باز ماند، زیرا ضرورت تأمین معاش این چنین خواسته بود و پیوسته با یک شکنجه درونی به سر می بردند. استاد چطور شد که به قم تشریف بردید و اونجا مشغول تدریس شدید؟ عرض کردم ما نجف که مشرف شدیم 10 سال اونجا 10 سال خورده اونجا توقف داشتیم. بعد مراجعت به ایران کردیم، تبریز اونجا بودیم. اونجا فلسفه رشدی را که در سایر جاها مخصوصا در تهران بود این رشد را نداشت و از این جهت من علاقه‌مند بودم که به هر ترتیب خودمون را به قم برسونیم که در شروع به حساب کماله. من اگر خارم و گرگل چمن آرایی هست، که از آن دست که می پروردم می رویم. استاد علامه در مورد حالات روحی خوش خود در این دوره چنین می گویند: در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم، علاقه زیادی به ادامه تحصیل نشان نمی دادم. از این روی هرچه می خواندم نمی فهمیدم. 4 سال به همین ترتیب گذشت. پس از آن یک بار عنایت خدایی دامنگیرم شد. در خود یک نوع شیفتگی و بیتابی نسبت به تحصیل کمال حس کردم. بدینسان نزدیک به 17 سال بار دیگر به تعلیم و تفکر پرداختم، بدون درک خستگی و ناتوانی. زشت و زیبای جهان را فراموش نمودم و تلخ و شیرین حادثه ها را در برابر می پنداشتم. از معاشرت با غیر اهل علم سر باز زدم. در تمامی ایام زندگی به حد اقل قناعت نمودم و بسیار می شد در بهار و تابستان شب را تا طلوع آفتاب با خواندن کتاب ها به سر می بردم و همیشه درس فردا را شب پیش می خواندم و اگر مشکلی بود به هر شکلی آن را حل می نمودم. وقتی در کلاس درس حاضر می شدم، از آنچه استاد می گفت قبلا روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس پیش استاد نبردم. استاد طباطبایی از سال 1325 که به قم مهاجرت کرد، حوزه درسی تشکیل دادند و در آن به تفسیر قرآن و تدریس حکمت و فلسفه پرداخت. صدها شاگرد و طلبه که شیفته درس و از دوستداران استاد بودند در محضر درس ایشان حاضر می شدند و امروزه اکثراً و شاید تمام استادان فلسفه اسلامی ما از شاگردان ایشان هستند. استاد از میان شاگردانتون چه کسانی بودند که توانستند رابطه معنوی شاگرد و معلم رو به طور عمیق با شما داشته باشند؟ این مرحوم مطهری بود، عرض کنم، که به همون معنا واقف بود و عملی داشت. مرحوم مطهری بود. آقایی که اسمش فراموش کردم، آقای منتظری بود و آقای امام زنجانی بود و فعلا هم آقای جواد آملی
جوادی عاملی و آقای حسن زاده، اینا هستن چند نفری بله که قابل اعتمادن از حیث نظریات فلسفی و صاحب نظرن. بیگمان بزرگترین شاگرد ایشان و در واقع شاگرد اخص استاد شهید مرتضی مطهری بود که حاصل عمر علامه طباطبایی بود. می نگریم که پس از شهادت استاد مطهری علامه طباطبایی چه گفت درباره شاگرد خاصش. باشد که این گفتن در یادها بماند و هرگز فراموش نشود. عبارتش عبارت خوبی نیست، لکن جریان اینجوره. بنده وقتی که ایشون به درس میومدن حالت رقص پیدا میکردم از شوق و شعف. به جهت آدم میدونه هرچی بگه هدر نمیره. ناگفته نماند در آن روزگار بحث های فلسفی و تدریس حکمت در حوزه مشکلات فراوانی داشت، تا جایی که عده‌ای از طلاب به مخالفت با درس استاد برخاسته و همین مخالفت ها مدتی استاد را مجبور کرد تا درس اسفار را تعطیل کند. ولی با پیگیری مشتاقان فلسفه و فضلا و اندیشمندان حوزه مجدداً درس شروع شد. استاد تدریس حضرت عالی به چه نحوی شروع شد؟ ما بودیم آمدن که درس شروع کنن، به مدتی مشغول بودیم، می اومدن می خوندیم تا به جایی که عرض کنم مثلا مثل اسفار، شفا، اشارات، منظومه و نظایر اینا کتابایی را خوندیم و آمدن و اینجور را به این نحوه پیشرفت کرد. بحث فلسفی من در گم و البته مخالفینی هم بود داشت، ولی کار از پیش رفت و الحمدلله جوری بود که دیگه اشکالی پیدا نکرد و طبق نظریات ایشون ما مشغول فلسفه و تدریس فلسفه بودیم. روزی استاد در کلاس درس اسفار فرمودند در دنیایی که از هر گوشش صدای ما دیگران و منکران خدا و مخالفان اسلام به گوش میرسد، اگر ولی عصر عجل الله تعالی فرجه از این حوزه و مسئولیت آن در برابر این منکران سوال کنند چه جواب خواهیم داد؟ آیا بدون آشنایی با فلسفه شرق و غرب میتوان پاسخگو باشیم؟ آیا تنها با اطلاعات فقهی و اصولی و ادبیات قادر به جواب هستیم یا باید گروهی مجهز به همه علوم اسلامی تربیت کنیم؟ این سخنان به قدری مؤثر بود که برق شوق و هیجان را در چشمها نشان میداد. از همانجا تحولی عمیق در روش فکری و بینش مکتبی طلاب به وجود آمد و بهترین فضلای حوزه به این قبیل کاوش‌های علمی پرداختند. استاد علامه علاوه بر این اشتغالات از کمترین فراغتی که به دست می آمد برای پاسخ به نامه‌ها و سوالات مذهبی داخل و خارج کشور استفاده نموده و شخصاً به جواب مبادرت می ورزیدند. محضر استاد همیشه کانون دانشگاهیان و علمای بزرگ بود. در سالهایی که استراحت تابستانی را در درکه شمران می‌گذرانیدند، برای گروهی از اساتید دانشگاه جلسات مرتب هفتگی تشکیل می‌دادند تا پیرامون مسائل عرفان تطبیقی که عبارت از عرفان شیعه و عرفان هندی است تحقیق شود. بدینسان متن‌های اولیه عرفان هندی را اساتید مسلط بر زبان هندی برای ایشان
ترجمه کردند. و استاد علامه در مقایسه با عرفان اسلامی به ویژه عرفان شیعه حقایقی را بیان می داشتند که روشنگر غنا و بی‌نیازی و پرمحتوایی فرهنگ شیعه بود. جاذبه گرایش پروفسور هنری کوربن، مستشرق به نام فرانسوی، به محضر استاد همین احاطه و تسلط کامل ایشان به بحث‌های عمیق عرفانی بود که در این جلسات مطرح می‌شد، تا جایی که پروفسور کوربن مکرر می‌گفت من به شوق دیدار علامه طباطبایی به ایران سفر می‌کنم. ادامه همین جلسات و مصاحبه‌ها و بحث‌ها و مکاتبه‌ها موجب شد پروفسور کوربن آثار گرانبهایی از فرهنگ شیعه و مکتب عرفان شیعه را در خارج منتشر کنند. نتیجه این گفت و شنودها در ایران به صورت کتابی به نام مکتب تشیع منتشر شد که هزاران نسخه از این کتاب با چاپ‌های متعدد در دسترس شیفتگان علامه طباطبایی قرار گرفته است. در شناسایی فرهنگ اصیل شیعه این کتاب را میتوان جامع ترین دانست که در همین اختصار اصول بنیادی فرهنگ شیعه را معرفی می کند. به همین جهت سالها این کتاب در دانشکده الهیات و معارف اسلامی در گروه عرفان و ادیان تدریس می شد. از برکات اقامت تابستانی استاد در تهران آشنایی قشر مذهبی دانشگاه با محضر استاد بود. همکنون نیز گروه بسیاری از طبقات روشنفکر و دانشگاهی و چهره‌های درخشان ملی و مذهبی گرایش مذهبی خود را مرهون آشنایی با مکتب استاد علامه طباطبایی می‌دانند. استاد شهید مرتضی مطهری یکی از عاشقان محضر استاد علامه بود. هرگاه فرصتی پیش می آمد مشتاقانه به کنار استاد می شتافت. استاد مطهری ایام تابستان را در محضر علامه طباطبایی با شوق فراوان می گذراندند و در بحث‌های ایشان شرکت می جستند. علامه طباطبایی عمرش را یکسره وقف تدریس و تألیف کرده است. آثار استاد متنوع و گوناگون است، ولی در تمامی آنها یک اندیشه اصلی و اساسی به چشم می‌خورد: شناساندن اسلام واقعی و تفکر اصیل فلسفی به جهان امروز با بیان امروزین و با توجه به نیازها و مسائلی که جامعه امروز درگیر آن است. جامعه امروز چگونه جامعه‌ای است و جامعه گذشته ما چگونه بوده است و با آن گذشته و این حال در آینده چه خواهیم کرد؟ پاسخ این سوالات را علامه طباطبایی این گونه می دهد: ما شرقی هستیم و تا آنجا که از تاریخ نیاکانمان به یاد داریم شاید به هزارها سال سر زند. محیط اجتماعی گذشته ما هرگز به ما آزادی فکری خاصه در مسائل مربوطه به اجتماع نمیداد. روزنه کوچکی هم که در مدتی کوتاه به دست شارع اسلام به روی ما باز شد مانند سپیده صبح ناپدید شد و باز ما ماندیم و اسارت و بردگی. ما ماندیم و تازیانه و دم شمشیر و چوبه دار و گوشه زندانهای تاریک و شکنجه‌های جهنمی. ما ماندیم وظیفه باستانی بله بله و لبیک. آنکه بسیار زرنگ بود همین اندازه می توانست مقدمات مذهبی خود را دست نخورده نگه دارد و بایگانی کند. حکومت‌های وقت و سایر گردانندگان اجتماع هم برای جلوگیری از بحث آزاد نسبت به این رویه بیمیل نبودند. حتی بسیار علاقمند بودند که مردم به کار خود مشغول باشند و پا از گلیم خود بیرون نبرند. آنان از پایبند بودن مردم نسبت به قالب مواد ساده دینی ترس و بیمی نداشتند. فقط می‌خواستند مردم به بحث آزاد و کنجکاوی انتقادی نپردازند تا خودشان مغز متفکر مردم قرار گیرند، زیرا خوب می‌دانستند که نیرومندترین وسیله در زندگی نیروی اراده افراد است و اراده افراد هم تسلیم بی قید و شرط
مغز متفکر آنها می باشد و با قبضه کردن مغز متفکر می توان اراده آنها را هم قبضه نمود. لذا پیوسته هوایی جز این در سر نداشتند که به تسخیر افکار همگانی بپردازند. اینها یک سلسله حقایقی هستند که هر کس به تاریخ گذشتگان مراجعه کند و کمترین دقتی به کار بندد، کوچکترین تردیدی برای او نخواهند گذاشت. تا آنکه آزادی اروپایی با آب و تاب تمام به سراغ ما شرقی ها آمد و ابتدا به عنوان یک میهمان عزیز و بعد به عنوان یک صاحب خانه مقتدر در قاره ما استقرار یافت و اگرچه بساط اقتناق افکار را برچید و صلای آزادی در داد و این بهترین وسیله و مناسبترین فرصتی بود که به ما اجازه میداد به تدارک نعمت از دست رفته پرداخته و از نو شالوده یک زندگی مشعشع از علم و عمل را به هم آمیزیم، ولی متاسفانه همین آزادی اروپایی نیز که ما را از دست ستمکاران رهایی بخشید خود به جای آن نشست و مغز متفکر ما شد و ما نفهمیدیم چه شد. همینقدر به خود آمدیم و دیدیم دیگر روزگار ما فرمودیم گذشته و نباید دیگر به حرف خداوندگاران قدر قدرت گذشته گوش داد. تنها باید آنطور که اروپاییان می کنند کرد و راهی که آنها می روند رفت. یک عده‌ای هم که به تعدد شخصیت گرفتار شده اند هم دلباخته افکار غربی و هم سرسپرده افکار شرقی موروثی خودمان می باشند و می خواهند میان این دو شخصیت متضاد حالات ازدواج به وجود آورند. درمان این بیماری و راه حل این مشکل از یک سو منوط به شناختن تفکر اصیل اسلامی است و از سوی دیگر نیازمند آن است که ما مسائل و مشکلات جامعه امروز را به درستی بشناسیم و این همه جز در پرتو عقل و منطق و تفکر امکان پذیر نیست. استاد طباطبایی در تمامی آثارش می‌کوشد که این تفکر را بشناساند و بر پایه آن به مسائل امروزی پاسخ دهد و در واقع قوانین ثابت قرآنی را بر نیازهای متغیر جامعه بشری منطبق کند. استاد علامه طباطبایی علاوه بر تخصص در علوم عقلی و نقلی اسلامی سالیان دراز به تزکیه نفس و عرفان عملی پرداخته و بزرگترین استادان این رشته درک نمودند و به خاطر همین حالت روحی است که کمتر ظهور بروزی به خصوص در این رشته از خود نشان می‌دهند، تا جایی که در معرفی خود به این قسمت از حیات روحی و باطنی خود اشاره‌ای نکردند. سالها در نجف اشرف از محضر استاد عالیقدر این رشته مرحوم آیت الله قاضی بزرگ بهره‌های کامل و کافی بردند و هنوز هم دلباختگان و شیفتگان این رشته از راه دور و نزدیک خدمت استاد عالیقدر علامه طباطبایی برای معارف باطنی تشرف می شوند. استاد علامه از طبعی روان و ذوقی لطیف برخوردارند و گاهگاهی با سرودن اشعار نغز و دلنشین که از سوز و گداز کم نظیری از درون حکایت دارد شرح حال می دهند. شبی پیر میخانه می گفت راست، چنین گفت با من به آهستگی، به مهر رخ گلرخان باده نوش، مبادا که پیدا کنی خستگی. پس آنگه به من گفت آزاد باش اگر پای بندی به وارستگی. همی گویم و گفته ام بارها، بود کیش من مهر دلدارها. پرستش به مستی است در کیش ما، برونن زبون جرج هوشیارها. به شادی و آسایش و خواب و خور ندارند کاری دل افکارها.
کشیدند در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها. چه فرهادها کشته در کوهها، چه حلاجها کشته بر دارها.